و اینچنین سحرگرها، فالبینها، آنها شخصانی هستند که مردم را به شرک دعوت میکنند، به خون برآوردن، قربانی کردن به غیر الله دعوت میکنند. اینکه فلان جا به یک قبر بوده است، همونجا یخت گوسپند کشید فرزندان میشید. فلان جا یک قبر دیگر بوده است، همونجا رفته یک خونی یک مرغ سیاه بوده کشید، سانی مرغ گوشتش گفته یک اون جایی و بپرتایید، پرتاو شما دخترتان خلاصه شوهر میکند. به این مضمون ها معناها وای میکند. یا میگد که من آب ببرید تگی درتان به یک چاشید، یا کارخانه‌تان به چاشید، یا من مرغ بوده یک خونش گیدیم کارخانه‌تان من ساختمانی نو کرداسید، همونجا خونش برارید، ساختمانی مستحکم میشود، با برکه میشود. این معناها که مردم شرک و خرافات داشتن کند دعوت میکند. یا تومارهای مینویسند که چاربوچه میکنند، در دان آن رقمها یا حرفهایی که شناخته نمیشد، حرفهای جن، علاقه با جن شیطان، همون رو تومار کرده میدهد که این شما رو حفظ میکند، این شما را گویم کارتان رو بابرار میکند. به این معنا که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که من تعلق تمیمتا فقط اشرک، کسی اگر تومار را کشال کند در حقیقت به الله شرک آورده است گفتند.